امروز که داشتم رفتم سر کار یه چیز عجیبی دیدم. کار به قدیمی بودم تو چرخه ندارم. این شما میدونم این چیه؟ چه؟ تصمیم‌بندی ما انجام میدیم که بتونیم ناحیه‌های مورد نظرمون رو جدا کنیم. قسمت مهم تقسیم بندیمون الگوی رشد طبیعیه. دو جا ما الگوی رشد طبیعی داریم. یکی پشت سر، اون بیچه، یکی جلوی سر. دیدی الان مثلا خودت بیا خواب مواد بریزش به این سمت، بریزش به اون سمت. اینا بهش میگن الگوی رشد طبیعی یا گروکته. خب ما می‌خوایم تقسیم بندی انجام بدیم، باید به این دو تا قسمت توجه کنیم. تمرین کار با ماشین. داشت سلام. صبح بخیر. بقیه از این بطری آب میخورم ولی ما باش تمرین میکنیم. ولی اون سمتی نه این سمتی. دو تا خط میکشیم، برنامه میذاریم، توش آب میریزیم و این آب قراره که کم کم خالی بشه و کلا خالی باشه. تمرین از این قراره که با ماشین بین این دو تا خط ما بازی میکنیم و بطری نباید تکون بخوره یا بیفته. برای تمرین کنترل فشار دسته، چون سر صاف نیست، همه داره قوس، داره فرو رفتگی، همه یا برآمدگی. باید یه جوری باشه که فشار دست رو تو هر ناحیه کنترل کنی. این کار برای تمرین اون قسمته. در همین حین که کلاس ها داشتیم بر محمد تمرین میکردیم، موهاشو میزدیم، امروز از یه بسته برای من رسیده. بریم این وسط اینو آنباکسش کنیم، بعد عرض استفاده شو اینا رو بهتون میگم. آقای فضیلت با اینم شانس ما. علی هم عینک جدید خریده باشه، پیدا نیست برای خب به زیباییش افزوده شده. اومدم اینو آنباکسش کنیم، برق نیست. تو آفتاب بایستی، آفتاب داره غروب میکنه. باید آرایشگر باشی که بدونی محرم و شب عید هیچ فرق با هم دیگه نداره. بعد از این همه شلوغی با بچه‌ها تصمیم گرفتیم که یه نظافت کلی داشته باشیم. شدن زحمت
این مدته که نتونستم زیاد ویدیو بگیرم به خاطر شلوغی محرم و اینا بود. علی آقا کراکس منو زدی تو گوشش. آره من می‌خواستم اینو قیمت امیر آقا موثر آرشگاه. امیر آقا یکی از کارآفرینای مجموعه هستن. آره نشون میدم. اونم همینطور. بزن. اون چیه الان چیکار می‌کنی؟ اون خیلی تاثیر داره. میزنی کف در بیاد. نه یخه اون. سلام جوجو. خدا خوبه. چه خبر؟ چه خبر؟ چه خبر بود؟ شلوغ؟ چی؟ یواش علی نریز دیوارا. دیوارا رو دوباره کثیف میکن. نریز تو گلا. دمپایی نیست کراکس. آفرین کراکس. آفرین دمپایی نیست. یاد بگیر. برای در حین اینکه مغازه رو تمیز کنیم باید آنباکسینگ داشته باشیم. چیه ببینم؟ واو! بریگو! خجالت بکش. واو سوپریم یه برند صورتیه؟ آمریکایی. نه سفیده. اینجا صورتی؟ نه قرمز داره سفید داره. بابا چه کار صورتی داره. قرمز داره سفید داره مشکی داره. من سفیدشو گرفتم. حله ببین علی دستتون بخوره به این خب با شاتگان میزنه. هد شات. آقا صابر. هد شات. آقا صابر گل. عزیزم یه خط میخوام بگیرم تایی. هد شات. نه دیگه. دستت بخوره هد شاتی علی. از الان دارم بهت میگم. نگی نگفتی. پوریا بی جلو. حسن چارج. مثلا اینجوری هم بزن روش صداش نشنگه. وسط خیابون حالا آیتیش که دوتا دماغ داره. دفترچه راهنما اوه استند شال بعد مثلا یه از این چیزی بالا یاره دستت بخوره هدشات. دیگه دست این با منم بوده. دوتا باطری یدک داره خب یکی اینجا میره شارژ میشه اون یکی تو خود خط زنت میمونه. این توفنگ فشاکی جا میزنی فیک نکنه فیک نکنی بسه که مامانشونه جو خیلی بزرگه نسبت به خط گس تستشم یا این مو تا دلت بخواد تا صبح اینجا موه اونا رو تو نگیری میکنی تا نمیزنی این بورش هم نداره اذیت نمیکنه اصلا سوپریم آمریکا مستقیم از آمریکا اومده بعد اینجا توی این استندش اینجا قرار میده اگه بخوای گوشیت هم شارژ کنی کابل یو اس بی شو میزنی این طرف بس بکنی به گوشیت هم شارژ میکنی میدی یو اس ها ببینم بقیه وسیله‌اش چیه این چیه؟ نه سید شونه ماشیناشه یعنی میتونید تو شونه هم بندازی سر این خط زنه ازش استفاده کنید یه فرچه برای تمیز کردن کابلاشه زنده با دوستان مبارک باشه آره کابلش خیلی داره شارژش کابل داره؟ کابلش شارژ داره کابلش
کابل بلندتر فقط این که چه سریع بخوره به اینو باید بشینم بخونم تو دفترچه. شارژش کاب داری یا کابل شارژ داره؟ علی میدونی شکلی کی شده؟ یه دقیقه بیا اینجا بیا بگی رو زوم کن رو قیافه علی سیبیلا رو گذاشته. این یارو هست بنده خدا چی اسمش؟ برده میگه سلام خدا میگه سلام نوکرم صاحبت ده سلام دیدی؟ کفر همون شده. البته قبلش شکل شخصیت موتوری ها اصلا اینجوری هست شارژ داره؟ شارژ دیگه شارژ بی نهایت داری دیگه. اون که تموم میشه آره اصلا خیلی میشه استفاده کنم. گفتم با هم به استفاده خدا اگه کنیم. دستتون بخوره. ببین الان دوربینم زدم رو لایت خب همیشه همراهمه جلومه. اگه دستتون بخوره دستتون خورده. بخوای چیز کنی به جلو بخوای باتریش عوض کنی زمانش اینجاست. اینو میدی؟ واه تکنولوژی ها ASMR SD SBR دیگه ببین الان دوباره پکش بکنم زدمش کنار میبره خونه. خب خدا خدا تا قسمت بعدی خدا نگهدار. ببینم این چیه؟ استن میشه یعنی حتی باتریش هم شارژ میشه؟ دیگه همزمان این باتریش میشه. بابا تکنولوژی ها مایداریه. خب دیگه پک شد خدا نگهدار. خیلی با خودم میبرم با خودم میارم. مثلا یه کیف مخصوص بگی براش. خب دیگه البته اینا بگم این کادوی تولدی بود که خودم خریدم. این برای کی خرید؟ خودم برای تولد. من برنده با اون بنز میخرم. بس دیگه با دما خداحافظی کنیم. وایسا با سیبیل خداحافظی کنیم. چشه؟ خود چجوری راحتی رو نفهم کنیم ببینید خود چجوری لزوما اول می‌بینید خطر بعد باید ما این گارده باز کنیم خودت هم مثلا این بزنی متوجه میشی درست بازی می‌کنی بالا میاری پایین میاری این خط مچ بعد وقتی کلا می‌بینی خط بید این میکنی میلو برمیداری قربت دارم خداحافظ. میکنی اول با گارد بازی میکنی میگه بیشتر لکه‌گیری و حاله‌گیریه این هم یه بستگی داره کجاش لکه کجاش خطه کجاش حاله مونده بعد دیگه بالا پایین کنی گارد ماشینه تو این هم میکنم دیگه وقتی میخوایی لایک بگیری خیلی مهمه که این گوشه ماشین گوشه بتونی خوب کار کنی بهش میگن کور نمیزنی باید لکه گیری باید اینجوری باشه نمیشه از وسط بزنی تو گوشه